أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و دوستداران زبان عربی، انشاءالله که در این مجموعه آموزش نحو ما و شما گراماتیک زبان عربی را، نحو را می آموزیم. از کتاب متن الآجرومیه فی النحو، نویسنده این ابو عبدالله محمد ابن داوود سنهاجی رحمه الله می باشد. این کتاب خاص برای علم نحو هست. ما و شما در مجموعه آموزش صرف بیان کرده بودیم در یکمین درس یا اولین درس که علم صرف درباره کلمه سازی هست. یک کلمه رو مچخل خودش رو به تنهایی به وجود میاریم و چی طور ما یک کلمه رو می سازیم، این وابسته به علم صرف است. اکنون علم نحو این وابسته به جمله سازی هست. وقتی که به علم صرف ما کلمه را ساختیم، به علم نحو قطع ما جمله را درست می سازیم، که جمله می سازیم. یک مثال عادی دیگر میتونم براتون پیشنهاد بکنم که علم صرف به مثل کرپیچ است برای خانه. علم صرف به مثل کرپیچی که خانه را دیوالهاش میبرداری، به مثل همین هست. یعنی کرپیچ که نباشد خانه را دیوالش رو برداشته نمیتوانی. وقتی علم صرف نباشد تو کلمه را معنیش نمیفهمی یا که مقصدت رو با یک کلمه بیان کرده نمیتوانی، کلمه را ساخته نمیتوانی. اما علم نحو باشد به مثل استای هست که اون خانه را دیوارش رو میبردارد، یعنی کرپیچ را جابجا میکند برای درست آمدن، برای کج نیاید، برای مستحکم آمدن. یعنی که با علم خودش را دارد که روبرو و به اندازه که به شکل معین میچینند کرپیچ را. پس علم نحو به مثل همون استای کرپیچین است که کلمه را میگیریم و جمله میسازیم. اکنون مثلا ما باید بگیم که محمد مدرسه رفت. چی طور میگوییم؟ به عربی میگیم ذهب محمد الى المدرسه، یعنی که محمد مدرسه رفت. و مثل همین برای جمله سازی احتیاج به چی داریم؟ به علم نحو. و علم نحو معناش چیست؟ معنای علم نحو معرفت اصول یعرف بها احوال اواخر الکلم. علم نحو شناختن اصول، شناختن علم است، اصل است که شناخته می شود با اون اصول حال آخر کلمه را. ببینید ما گفتیم ذهب محمدون الی المدرستی، پس علم نحو با همین آخر کلمه کار دارد. محمدون، برای چه محمدون گفتیم؟ محمدن یا محمدین یا محمدون نگفتیم. و الی المدرستی، برای چه الی المدرستی گفتیم؟ الی المدرسته نگفتیم، الی المدرسه تو نگفتیم. این وابسته به علم نحو است برادران. انم آخر کلمه را برای درست خواندن ما احتیاج به علم نحو داریم. همچنین علم نحو برای فهمیدن سخن الله، سخن پیامبر و سخن عالمان دین برای ما یاردم میکند. وقتی که انسان نحو که بداند، صرف خوب بداند، نحو بداند، کلام عالم را، سخن عالم را خوب درک کرده فهمیده میتواند. پس این بود مختصر معلومات درباره علم نحو. اکنون میگذاریم به درس امروزه امان. درس امروزه ما شما از اول کتاب متن الآجرومیه هست که صاحب کتاب میگوید بسم الله الرحمن الرحیم. قال المصنف رحمه الله انواع الكلام. یکمین درس نحو از کتاب آجرومیه
برای ما و شما انواع کلام رو بیان میکند. اولا کلام چی است و قسمهاش چند قسم می شود و هر یک قسم رو علامتش ما از کجا بدونیم که همین کلمه از کدام نوعی کلام هست. این را همچنین در همین درس انشاءالله بیان میکند. بگوید که انواع الکلام یعنی که نوع کلام، نوعهای کلام. الکلام هو لفظ مرکب هو اللفظ المرکب المفید بالوضع. 4 تا شرط دارد کلام. عرب برای یک سخن را کلام گفتن، بالخصوص در نزد نحوی ها وقتی که یک سخن را کلام بگویند 4 تا شرط دارد. شرط یکمش باید لفظ باشد، یعنی که انسان به زبانش بگوید. مثلا بگوید که ذهب محمد الى المدرسه، انا همین شد لفظ که من به زبان گفتم. پس اگر بنویسی در نزد نحوی ها نویستگی را کلام نمیگن. اگر اشاره بکنی در نزد نحوی ها، عالمای نحو، اشاره را کلام نمیگن. کلام در نزد عالمای نحو باید به لفظ باشد، به زبان باشد، باید بگویی. یکم شرطش. شرط دیمش باید مرکب باشد. مرکب یعنی که عباره از 2 جمله یا از 2 کلمه، 3 کلمه یا چند کلمه زیاد. مثلا من وقتی میگم ذهب محمد الى المدرسه، پس در اینجا من 4 کلمه را استفاده بود. این مرکب است، یعنی که عباره از چند کلمه هست. ذهب 1 کلمه هست، محمدون 1 کلمه هست، الى 1 کلمه هست، المدرسه 1 کلمه هست. 4 کلمه جمعش کردیم پس شد کلام. دوم شرطی کلام این باید مرکب باشد. کمترینش 2 کلمه، کمترینش باید 2 کلمه باشد. المفید و سیوم شرطی کلام در نزد علمای نحو باید مفید باشد. مفید یعنی چی؟ یعنی که فایده آور، فایده ناک. وقتی که انسان میشنود قانع شود، فایده بگیرد. وقتی که مثلا من میگم ذهب محمد الى المدرسه، یعنی که محمد مدرسه رفت، هر کسی که بشنود خلاص قصد مرا فهمید چی است. اما اگر که من بگویم این ذهب محمد الى المدرسه، این کلام، این را در نزد علمای نحو کلامش نمیگویند. برای چی؟ برای سخن ناپره است. یعنی که معناش به تاجیکی که این ذهب محمد الى المدرسه، یعنی که اگر محمد مدرسه برود. یعنی چی؟ اگر برود چی می شود؟ یعنی کلام ناپره است، کلام پره نیست، کلام ناپره است. فعل شرط هست، جواب شرط نیست. یعنی اگر محمد مدرسه برود بعد چی می شود؟ مثلا این ذهب محمد الى المدرسه یتعلم، بگیم اگر با کلام پره می شود. یعنی که اگر محمد مدرسه برود تعلیم میگیرد، علم میگیرد، انا با کلام پره شد. اما اگر بگیم این ذهب محمد الى المدرسه، این کلام پره نیست. یعنی اگر محمد مدرسه برود یعنی که رفت چی می شود؟ فهمو مفید نیست. یا که مثلا اگر انسان میگه که رأیتو، دیدم، رأیتو، دیدم، چی رو دیدی؟ کلام پره نیست، مفید نیست. پس وقتی که فایده ناکی نیست این را کلام نمیگن در نزد علمای نحو. سوم شرطش باید کلام فایده ناک باشه، کسی که میشنود فایده شه بگیرد. 4م شرطش بالوضعی. بالوضع یعنی که به زبان عربی باشد. وقتی که من به تاجیکی بگم که من مدرسه رفتم، تعلیم گرفتم، رفیقام را دیدم، این کلام نمیشود در نزد علمای نحو. برای چی؟ به خاطر اینکه بالوضع نیست، یعنی به زبان عربی نیست، به زبان فارسی است، یا به زبان روسی گپ زنم، یا به زبان انگلیسی، یا به زبان ازبکی، غیر زبان عربی. هر زبانی که گپ زنم، اگر 1 ساعت هم گپ زنم در پیش عالمای نحو این را کلام نمیگم. برای چی؟ برای بالوضعی. 4م شرطی کلام که باید به زبان عربی باشد. به زبان عربی من نگفتم، به دیگر زبان گفتم. فهمو این 4 شرط شرطی کلام است. الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضعی. این قاعده را از یاد میکنین، این برای از یاد است.
کلام همون کلام لفظ است یکم شرطش، دیمش مرکب است، سیمش مفید است، چهارمش بالوضع است. این کلام بود و این هست درسی امروزه و این درس طولانی نمیکنیم، انشاءالله باز یک سبت دیگر دوام این قسم را بیان میکنیم تا اینکه درسمان طولانی نشود. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.